رحیم. خب در جلسه سوم از سیمای صحابیه بزرگوار، این بانوی بزرگوار ام سلیم بنت ملحان هستیم، مادر انس بن مالک. تا اونجا رسیدیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ایشون گفت تو به من قضا بدی به پیامبر خدا و خدا به تو قضا نده، و اینکه ایشون همش به دنبال این بود که برای پیامبر خدا قضایی رو بفرسته که یا نوشیدنی بفرسته پیامبر خدا دوست داشته باشه. و گفتیم انس بن مالک میگه که من دیدم برای خرما فرستاد و پیامبر از اون خرماها هم خودش خورد و هم همسرانش داد و با اشتها هم اون خرماها رو خورد. و داستان ازدواج ام سلیم رو گفتیم با ابو طلحه انصاری که چگونه بهترین مهر رو برای هدایت ابو طلحه قرار داده. ابو طلحه و این صحابی بزرگوار به همین سبب مسلمان شد و سبب شد اسلام رو بشناسه و با پیامبر خدا بیعت بکنه. جالبه که در مورد بخشش و بزرگواری ام سلیم نقل شده که ایشون خیلی، یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم متوجه این نکته بود و میرفت گاهی مثلا پیش ایشون به دیدار ایشون از ایشون سر میزد. میگه یکی از مواردی که خیلی نقل شده در مورد این ام سلیم، میگه که ایشون سعی میکرد که از پیامبر خدا و از یاران پیامبر خدا همیشه پذیرایی بکنه. انس بن مالک نقل میکنه، بذار من قصه رو اینطوری بگم که یه وقت خدای نکرده دچار اشتباه هم در بیانش نشیم. میگه یه روز انس میگه ابو طلحه شوهرش گفت به ام سلیم، به همسرش ام سلیم گفت من لقد سمعت صوت رسول الله صلی الله علیه و سلم ضعیفا، من دیدم پیامبر امروز صحبت میکرد صداش ضعیف بود، اعرف فیه الجوع، و من احساس کردم این ضعف صدا به خاطر اینه که پیامبر خدا گرسنه هست. آیا چیزی داری برای پیامبر خدا، غذایی فلان؟ ام سلیم گفت بله. میگه بالاخره نانهایی از جو آورد، مثلا میگیم قرص و نون، یا مثلا حالا چطوری بگیم نونهای تافتون نون جو آورد و اینها رو در یک بالاخره پارچه قرار داد و گفتش که بله برو به رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگو بیان و تا ما قدر از ایشون پذیرایی بکنیم. ایشون گفت خب تو برو به رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگو بیان اینجا بدین تا پذیرایی بشه، مشکلی نیستش. میگه رفت اونجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بود در مسجد، تعدادی هم با پیامبر خدا اونجا بودن. خب اصحاب صفه بودن، صحابه، و شرایط اونگونه گفتم نبود که همه که در شرایط خوب باشن. اصحاب صفه اونجا می اومدن، شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن، چیزی هم نداشتن و خب پیامبر چیزی خودش داشت با اونها میخورد، کسی به اینها کمکی میکرد و اونجا بالاخره مدرسه‌ای بود. اولین مدرسه اسلام رو در نظر بگیرید که میشه در واقع در مسجد نبی شکل گرفته بود. دید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اونجا نشستند و بعد اونجا پیامبر بلند شد که گفت چی شد؟ ابو طلحه تو رو فرستاده؟ ام سلیم اینجا رفته بود گفت بله یا رسول خدا. بعد ایشون پیامبر گفت حالا که اینجوریه پس مسئله نیست. اون کسایی هم که اباهاش بودن گفت شما هم پاشین بریم ما به خونه ام سلیم. میگه اینها هم همه بلند شدند و به طرف خونه ام سلیم. وقتی رفتند و میگه منم اومدم پیش ابو طلحه، گفتم بشین که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومده و بالاخره غذا ما همین قدر داریم، بیشتر از این غذا نداریم. ابو طلحه هم خب اومده ابو طلحه گفت غذا همین قدره. میگه من به غذا گفتم نیا کنید رسول خدا اینا رو آورده، حتما رسول خدا خودش هم بهتر میدونه که چه خواهد بود، هیچ مشکلی نیستش، رسول خدا آگاه تر هست. ابو طلحه میگه که رفت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم استقبال کرد و بالاخره رسول خدا صلی الله علیه و سلم با اون کسانی که بودن اونجا اومدند و تو خونه ایشون. بعد گفتش خب حالا میما عندك ام سلیم. پیامبر گفت خب ام سلیم هر چی داری غذا بیار برای ما، مسئله نیست. ام سلیم این نونهایی رو که داشت آورد. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونها رو بالاخره گذاشت و دعایی کرد و فلان و بعد ام سلیم از همون مشکی که داشت، از همون کره و اینها که در اون مشک داشت یا بالاخره ماستی هر چی داشت آورد اونجا برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و خب پیامبر گفت که بیان 10 نفر وارد خونه بشن. جمعیت ظاهرا زیاد بود، خونه ها میگیم مثلا فرض کن تو حیاط بودند و 10 نفر وارد اتاق بشن. 10 تا اومدن، پیامبر گفت بفرمایید بخورید و اونها خوردن، سیر شدن، رفتن. پیامبر گفت 10 نفر دیگه بیاین. همین جوری میگه نزدیک 70 نفر یا 80 مرد اومدن غذا خوردند و رفتن. ابو نعیم اصفهانی نقل میکنه این رو، همین روایت رو از انس بن مالک که میگه دعانی و دع ابو طلحه، که منو
خوندش پیامبر خدا ابوطلحه و گفت کلوا فاکلنا، بخورید، ما هم خوردیم، حتی شبعنا، تا اینکه ما سیر شدیم، ثم رفع یدیه، به دسته از غذا برداشتیم و پیامبر گفت یا ام سلیم این هذا من طعامک حتی قدمتیه، کجاست؟ و بالاخره همه اینها خوردن و هیچی از این غذا هم عجیبه که کم نشد. و در هر صورت در مورد بخشش ام سلیم و بالاخره ابوطلحه موارد زیادی نقل شده. یک نکته‌ای که خیلی جالب هست از این حالت که مثلا ایشون در هر شرایطی سعی میکرد خوشنودی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو به دست بیاره، زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با زینب بنت جحش میخوان ازدواج بکنن، ام سلیم برای عروسی پیامبر بالاخره غذا درست میکنه با خرما، با روغن و اینها رو با انس میفرسته پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا مهمانهای پیامبر از این غذا بهره مند بشن در عروسی ایشون با ام المؤمنین زینب بنت جحش هست. نکته‌ای که اینجا وجود داره مکانت و مقام و منزلت ام سلیم بنت ملحان هست که ام سلیم نزد پیامبر از یک مقام و منزلت خیلی بالای بهره مند بود. پیامبر ایشون رو بزرگ میشمرد، بهش احترام میذاشت و میرفت دیدن ایشون. نکته خیلی جالب بود که به دیدن ایشون میرفت. انس بن مالک میگه که کان نبی صلی الله علیه و سلم یزور ام سلیم احیانا، گاه گاهی میرفت به دیدن ام سلیم. و جالب اینجاست که حتی میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقت نماز میشد بر اونجا تو خونه نماز میخوند مثلا و رو حصیری بود که مثلا اون حصیر رو پیامبر مثلا آب میزدن، بالاخره منطقه گرمسیری بود کمی سردتر بشه، پیامبر اونجا استراحت کنه یا روش نماز بخونه. و موارد دیگری نقل شده، مثلا خیلی جالبه که این یک فرزندی داره ام سلیم از ابوطلحه که اسمش این هست ابا عمیر، اسم این هست ابو عمر. میگه که برادر کوچیک من بود. میگه پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی می اومد خونه ما، ابو عمر یک پرنده ای داشت. بعد در مورد اون ابو عمر از پرندهش سوال میکرد، میگه حال پرنده چطوره، یا ابو عمر نقیر مثلا چطور هستش. و عجیبه که یه بار ابا عمر اصطلاحاً پسر کوچک ام سلیم پرندهش مرده بود. ام سلیم گفت یا رسول الله یا نبی الله ما تطلعه صعبتون، یعنی اسوره، این پرنده گنجشکی که داشت این مرد و این پرنده بازی میکرد، سرگرم بود. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم سر همین ابا عمیر رو ناز میکرد، محبت بهش میکرد. میگو یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بگو نغیر چی کار میکرد، تعریف کن برای من از خاطراتت، از مثلا بازیایی که باهاش میکردی. این نشون میده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چه محبتی نسبت به این خانواده داشته و چگونه مثلا در این خونه با بچه ها بازی میکرد، به اینا با اینها رو بهشون نشاط میداد، روحیه میداد. و نکات خیلی جالبی در این وجود داره. حتی نقل کرده انس بن مالک میگه که دخل علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم، یه بار رسول خدا پیش ما اومد و ما نحن الا انا و امی و خالتی ام حرام، من بودم، مادرم بود، خالم بود، ام حرام بود. پیامبر گفت قوموا صلی بکن، بلند شید تا من به شما نماز بدم. فصلا بنا فی غیر وقت الصلاه، به ما نماز داد در غیر وقت نماز، یعنی نماز نافله چیزی بود. فجعل النساء علی یمینه، پیامبر زنان رو در سمت راستش قرار داد. فلما قضا صلاته، وقتی پیامبر نمازش تموم شد، دعا لنا اهل البیت، برای ما اهل خونه که همون زنانی که اونجا بودند و من که اونجا بودم، برای ما دعا کرد به کل خیر دنیا و الاخره، با تمام اونچه که در خیر دنیا بود، هر چی بود پیامبر بعد از این نماز برای ما دعا کرد. من نمیدونم، واقعا زیبایی ها به حدی است. میگم خوش به حال اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که از چنین رحمت های بیکرانی بهره مند میشدن و رحمت رسول خدا که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رو ما در این تصاویر و در این زندگی یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم به وضوح میبینیم. ببینیم انس بن مالک چی میگه. میگه که جایگاه مادر من نزد پیامبر خیلی بالا بود، پیامبر بهش احترام میذاشت و وقتی که به قول معروف از کنار پیامبر رد میشد، حتی مثلا پیامبر بهش سلام میکرد، بهش احترام میذاشت. و برای ما میگه فخر و شرافتی از این بالاتر نیست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به خونه ما اومد و در خونه ما نماز خوند و برای ما چیکار کرد؟ دعا کرد. یکی از مواردی که خیلی خاصه که این صحابیه بزرگوار، این بانوی بزرگوار ام سلیم رو
نشون میده که پیامبر چقدر نسبت به ایشون توجه داشته و این شاگردان خودش و مقام و منزلت. باز هم همین روایتیه که در این مورد نقل شده که ایشون میگه لم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم یدخل بیتا غیر بیت ام سلیم، که پیامبر این گونه نبود که به خونه هر کسی جز خونه ام سلیم بره و بهشون گفته شده رسول فقط شما پیش ایشون میرید خانواده از این خانواده سر میزنید. ایشون فرمود انی ارحمهما قتل اخوها معی، من ارحمها، من میخوام احساس ترحم میکنم، میخوام محبت بکنم، اونهایی کمی دلشون به دست بیاد، چرا که برادرش به خاطر من به شهادت رسید. نکته خیلی جالبی که وجود داره، میگه برادر ام سلیم کی هست؟ ان اخاه الذی اناه رسول صلی الله علیه و پیامبر داره ذکر میکنه، هو حرام ابن ملحان، یعنی حرام ابن ملحان برادر ام سلیم هست. در جنگ بعد، در جنگ احد با رسول خدا صلی الله علیه و همراه بود و در روز یوم بئر معونه، در جنگ بئر معونه میگه در سال 4 هجری ایشون به شهادت رسید و مشهوره که این سخن فست و رب الکعبه رو اولین بار ایشون نقل کرد زمانی که مورد حمله قرار گرفت و یک نیزه‌ای از پشت سر که در صورت خیانتوار به ایشون زده شد در اون جنگ از پشت خورد که از سینه‌اش نیزه بیرون اومد و ایشون وقتی که این حالت رو دید گفت فست و رب الکعبه. در هر صورت این تصاویری بود که تا این لحظه از زندگی ام سلیم با هم خوندیم، چون وقت در حال گذر هست، وقت ما تقریبا تموم شده امروز. ادامه داستان رو در جلسه بعد از زندگی این بانوی بزرگوار با هم خواهیم خوند. تا اون جلسه بعد خداوند یار و نگهدارتون باشه.